عزیزانی که سیگاری هستن از همین امشب پاره بکنن. این مسواک ابلیسه. تو صف نماز میتونی که بسم الله الرحمن الرحیم، نام پاک الله میارید، الرحمن میارید، الرحیم میارید، از وسط دود باید بلند بشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر کسی پیاز و سیر خورد نزدیک مساجد ما نشه، با بوی بد دهانش نمازگزاران و فرشتگان اذیت میکنه. گفته پیاز و سیر ولش کرد به خاطر خدا. فردا نماز صبح که رفت، روز بعدش وقتی وارد مسجد شد دید که یک تاریکی پشت محراب نشسته. سبحان الله. از در که وارد شد نزدیک که شد که همون جوان دیشبی است. روز بعدش